11 ایول سال 2022 سالگرد 65 به تخت امامت نشستن شاهزاده کریم آقاخان چهار رهبر اسماعیلیان جهان است. آقاخان چهارم 11 ایول سال 1957 وقتی به جای بابایش به تخت امامت نشست که همگی 20 سال داشت و دانشجو بود. آقاخان چهارم که حالا 85 سال دارد، اینک 65 سال باز رهبری اسماعیلیان دنیا را بر دوش دارد و یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های جهان اسلام در عرصه دینی و سیاسی دنیای امروز اعتراف شده است. سال 2017 سازمان ملل متحد جایزه سالانه پیشوای جهان را به 3 شخصیت و 2 سازمان از جمله به شاهزاده کریم آقاخان چهارم سپرید و او را یکی از چمپیون‌های رقم 1 در راه اصلاح جهان امروز عنوان کرده بود. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان نیز پیرو مذهب اسماعیلی بوده آقاخان را رهبر روحانی خود می‌دانند و آذرهمام نامش میبرند. شاهزاده کریم آقاخان چهارم بار اول ماه می سال 1995 از بدخشان تاجیکستان بازدید کرد و روز اول سفر او به این منطقه هر سال همچون روز نور جشن گرفته می شود. اما امسال زادروز آقاخان چهارم در روزهای فرا رسید که اوضاع در هر دو بدخشان، هم تاجیکستان و هم افغانستان، آرام نیست. بدخشان افغانستان اینک 1 سال باز تحت سلطت رژیم نوی در این کشور جنگ زده بنا کرده جنگجویان حرکت طالبان قرار دارد. در بدخشان تاجیکستان مقامات ماه می و ایون سال 2022 موج نوی اعتراضها را با استفاده از نیرو شدیداً سرکوب کردند. بنا به اطلاع سازمان ملل شماره کشته شده ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان بیش از 40 نفر برآورد میکنند. مقامات تاجیکستان همچنین 12 لیدر غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان را یا کشته و یا بازداشت کردند. شاهزاده کریم آقاخان 13 دکبر سال 1936 در شهر ژنو شویساریا به دنیا آمده است. پدر او علی سلمان خان و مادرش تاج الدوله علی خان می باشند. کریم آقاخان معلومات میانه را در یکی از مکتب‌های مشهور شویساریا گرفته سال 1959 دانشگاه هاروارد امریکا، یکی از معتبرترین مکتب‌های عالی هم امریکا و هم دنیا را ختم کرده است. کریم آقاخان در جوانیش ورزشگر هم بود و سال 1964 در المپیاد زمستانه در اینسبورگ افستریا در مسابقه لیژرانی اشتراک کرد. بابای او سلطان محمد آقاخان سه قبل از وفاتش مقام امام اسماعیلی ها را نه به یکی از 2 پسرش بلکه به نبیرش کریم آقاخان وصیت کرد. کریم آقاخان 11 ایول سال 1957 بعد وفات بابایش زمانی به مقام امام اسماعیلی ها رسید که همگی 20 سال داشت و هنوز دانشجوی هاروارد در رشته تاریخ اسلام بود. در پی رسیدن به مقام امام اسماعیلی های دنیا ملکه بریتانیا الیزابت به شاهزاده کریم آقاخان عنوان اعلیحضرت را عطا کرد. آقاخان 49مین امام شیعیان اسماعیلی و نسل 49 از فرزندان علی ابن ابوطالب و فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام حضرت محمد می باشد. شاهزاده کریم آقاخان توانست در دوره رهبریش بر اسماعیلیان جهان در زمینه نهادهای مذهبی شبکه‌های خیلی قوی تجارتی، خیریه و معارفی را بنیاد کند. صندوق آقاخان در حال حاضر یکی از بزرگترین سازمان‌های خیریه و معرفتی به شمار می رود که به صدها هزار نفر در گوشه‌های گوناگون جهان کمک می رساند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان می گویند در سالهای جنگ شهروندی محض کمک‌های خیریه بنیاد آقاخان مردم این ولایت مختار را از چنگ گرسنگی رهانید. شبکه‌های آقاخان همچنین مؤسس دانشگاه آقاخان در پاکستان و دانشگاه‌های آسیای مرکزی با بخش‌هایش در خاروق تاجیکستان، نرین قرقیزستان میباشند. همین طور در تورنتو کانادا یک مرکز بزرگ اسماعیلی‌ها و آثارخانه کریم آقاخان بنیاد شدند. شبکه میمانخانه‌های سرین و شرکت تسل تاجیکستان از مؤسسه‌های اقتصادی و تجارتی است که از طرف شبکه‌های آقاخان چهارم چرخانیده میشوند. شاهزاده کریم آقاخان 4 فرزند دارد. شهردختر زهرا آقاخان، شاهزاده رحیم آقاخان و شاهزاده حسین آقاخان از همسر اولش بیگم سلیمه آقاخان و شاهزاده علی محمد آقاخان از همسر دومش بیگم اینوره آقاخان.